سلام به همگی. ما برگشتیم این هفته با 4مین قسمت از برداشت هامون از کتاب اسرار ذهن ثروتمند. در خدمتون هستیم با توضیحات سپیده جان. بفرمایید. سلام میکنم به همه عزیزان. امروز من یه مقدمه میگم و بقیه دوستان ادامه میدن. همونجور که توی فصل قبل صحبتش شد، ما به این نتیجه رسیدیم که نتایج ما از اعمال ما میان و اعمال از احساسات و احساسات از باور و ذهن و افکار ما میان. یعنی همه چیز در نهایت به همون مایندست و ذهن ما برمیگرده و اینکه ذهن ما مثل فایل های بایگانی شده است که باید سعی کنیم فایل های بایگانی شده فایل هایی باشن که ما رو به سمت موفقیت پیش ببرن و برای این کار اولین قدم اینه که آگاهی داشته باشیم که بتونیم تغییر کنیم. حالا فایل‌های جدید کلاً تصمیم گیری‌های جدید برای ما به وجود میارن و باعث میشه که آگاهانه تصمیم بگیریم و این کتاب هدفش کلاً اینه که این فایل‌های جدید رو توی ذهن ما به وجود بیاره تا ما بتونیم اعمالمون رو نسبت به قبل تغییر بدیم. مرسی سپیده جان. من در جهت تکمیل صحبت‌های سپیده جان این رو اضافه می‌کنم که با توجه به اینکه همه ما با توجه به ناخودآگاهی که از گذشته توی ذهن ما شکل گرفته یک سری فایل‌های ذهنی خاص داریم، ممکن هست که برای این انتخاب این بیزنسی که همه ما همکارا توش داریم فعالیت می‌کنیم یک سری مقاومت‌هایی داشته باشیم که طبق توضیحات این کتاب هم من توصیه میکنم دوستان این فرصت رو به خودشون بدن، وارد دوره‌های کسب اطلاعات این بیزنس بشن که هزینه مالی براشون نداره ولی خب باید تایم براش بذارن تا آگاهی‌های کامل رو نسبت به این بیزنس پیدا بکنن. ممکن هستش که در راستای فایل‌های جدیدی که توی ذهنشون ایجاد میشه باشه و براشون یه انتخاب خیلی خوب و عالی باشه. برای همین توصیه میکنم وارد دوره‌های آشنایی با این بیزنس بشید و فایل‌های جدیدی رو توی ذهن خودتون ایجاد کنید. در خدمت طلا جان. ممنون. مرسی. منم سلام میکنم به همه. در ادامه حرف بچه‌ها توی این قسمت از کتاب صحبت میکنه که ما باید باور داشته باشیم که موفقیت و شکستمون همیشه دست خودمونه، چه آگاهانه چه اینکه به صورت ناخودآگاه. هر کاری که میکنیم، هر اتفاقی که برامون میفته بستگی به خودمونه. بعضیا میان میگن که اوکی نمیخوان مسئولیت کاراشون رو قبول کنن، میخوان همش بندازن گردن آدمای دیگه. در واقع تو این کتاب میگه آدم نقش قربانی رو بازی میکنن. هیچ کس تو این دنیا قربانی نیست و آدما بیشتر نقشش رو بازی میکنن و خیلی جالب بود راجع به خصوصیات آدمایی صحبت میکنه که نقش قربانی رو بازی میکنن. میگه که این آدما همیشه دیگران رو سرزنش میکنن، حالا چه تو خونه زندگی شخصیشون، زنشون، بچهشون، شوهرشون، سر کارشون، باسشون یا مثلا همکارشون. تو دنیا کلا یکی رو دارن که سرزنش کنن. هیچ وقت نمیشینن ببینن که اوکی خب من چی کار کردم، بذار من مسئولیت کار خودم رو به عهده بگیرم. بعد میگه دسته یه خصوصیت دیگه دارن که همه چی رو توجیه میکنن. مثلا یه مثالی که راجع به آدمای بی پول زده بود، خیلی‌ها، حالا نه همه ولی خیلی‌ها میگن که پول که اصلا خوشبختی نمیاره، پول مهم نیست، عشق مهم، خیلی مهمتر از پول و اینا. و میگفتش که خب اگه خیلی به نظرت عشق مهمتر از پوله، خب برو مثلا موقعی که میخوای مریضی باید بری بیمارستان پول بدی تا عملشی، برو یکم عشق بده به اون دکتر ببین کاری برات میکنه یا نه. اصلا چیزی اینا همه توجیهیه که شما خودتون برای خودتون میکنی، در صورتی که عشق جای خودش داره، پول جای خودش داره. هیچ کدوم از اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. و خصوصیت آخرشون هم اینه که این آدما از زمین و زمان شکایت میکنن، یعنی فقط بر میزنن و شکایت میکنن. و خیلی جالب بود، میگفت که طبق قانون جذب شما هر چیزی رو بیشتر روش فوکس کنین همون جذب شما میشه. شما هر چی تو این دنیا از یه چیزی شکایت کنین، یه چیز قور بزنین، بدتر به خودتون برمیگرده. و خیلی بر من جالب بود این 3 تا خصوصیت آدمایی بود که نقش قربانی رو بازی میکنن. یکی این که همش دیگران رو سرزنش میکنن، خیلی توجیه میکنن همه کاراشون رو و خیلی شکایت میکنن. و برگردیم به صحبت نوشین جون راجع به این بیزنس.
من از روز اولی که این بیزنس رو شروع کردم، حالا تجربه شخصی سعی کردم که تمام مدت مسئولیت تمام کارامو خودم به عهده بگیرم. ما 1000 بار گفتیم منتور هست، کوچ هست، همه هستن، ولی حتی اون منتور و کوچی هم که مسئولیت مثلا کوچ کردن منو دارن، در واقع فقط نقش راهنمایی دارن. بیزنس من اونا راه نمیکنن، منم که مسئول کار خودمم. پس هر چی اتفاقی میفته در آخر روز باید ببینم اوکی من میتونستم چی کار بکنم که این بیزنس رو بهبود پیدا کنم. هی نگم خب مثلا مارکت الان اینجوریه، کوچ من الان اویلیبل نیست، یا مثلا فلانی اینجوریه، فیسبوک مثلا اینجوریه، من خوشم نمیاد. همه مسئولیت کارامون رو باید خودمون قبول کنیم. و یه تمرین جالبم این بود که میگفتش که اگه میتونین توی 7 روز آینده اصلا از هیچی شکایت نکنین، که برای خیلی این ممکنه خیلی کار سختی باشه. به هیچ عنوان از هیچی شکایت نکنید، ولی در آخر روز بیاین بشین مثلا بگین این اتفاق اگه امروز برام افتاد، من چه نقشی تو اون اتفاق داشتم و چه شکلی میتونستم یه کاری بکنم که این اتفاق نیفته. و همیشه فکر کنید جمله تاکیدی اینه که منم که سطح موفقیتم، چه مالی، چه روانی، چه به صورت فامیل، دوست، آشنا، هر موفقیتی رو منم که تعیین میکنم و من چه نقشی دون دارم. این من بود. آنی جون برو. خیلی هم عالی، مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه. البته این پاپی منم که دیگه همیشه باید کنار من باشه دیگه. خب این کتاب خیلی کتاب جالبیه، به خاطر اینکه همه قسمتاش به هم دیگه ربط داره. اینطور نیست که یه دفعه ول کنه بره یه قسمت دیگه، یعنی تمام اهدافش یه چیزی رو دنبال میکنه. این کتاب افراد رو 3 قسمت کرده: افراد ثروتمند، افراد متوسط و افراد فقیر، و به اهدافشون رو بررسی کرده. ببخشید یه لحظه، ببخشید. این هم از جذابیت‌های لایو هست. خب داشتم میگفتم افراد به 3 قسمت تقسیم کرده: افراد ثروتمند، متوسط و فقیر، و گفته که افراد ثروتمند هدفشون همیشه توی بازی پول برنده شدنه. افراد فقیرم هدفشون اینه که نبازن هیچ موقع. افراد متوسط افرادی هستن که میخوان راحت زندگی کنن. و میگه که افراد فقیر همیشه دفاعی بازی میکنن، یعنی سعی میکنن که فقط پولی رو که به دست میارن به همون راضی‌ان که فقط بتونن، حالا اگه قسطی دارن، قبض آب و برقی دارن، در همین حد براشون کافیه. ولی افراد ثروتمند اصلا به این قضیه فکر نمیکنن. افراد ثروتمند به فراوانی پول فکر میکنن، هدفشون رسیدن به فراوانی پوله. افراد متوسط هم که فقط دوستان حالا یه رستوران خوب برن، حالا یه لباسی بخرن که مارکش برند باشه و به همین اکتفا میکنن. اما اینجا میگه که افرادی که افراد ثروتمند همیشه بلند پروازن، به چیزای بزرگ فکر میکنن. اصلا فکر نمیکنن که الان مثلا دارم میگم یه پولی رو به دست آوردن همین کافیه، نه، به اینطوری فکر نمیکنن. همش دوست دارن بلند پروازی کنن، یعنی مثلا یه جورایی قانع نیستن، دوست دارن بیشتر داشته باشن، دوست دارن تلاش‌های بیشتری رو بکنن. خب وقتی که کسی میخواد راحت زندگی کنه، این میشه یه فرد متوسط مثل خود من همیشه فکر میکردم که وقتی کارمندم، وقتی یه حقوق خوب دارم، همین کافیه برای من. میتونم یه لباس خوب بخرم، نمیدونم یه رستوران خوب بخرم، همین. یعنی من خودم همون قشر متوسط میدونستم که فقط به همین فکر میکردم. فکر نمیکردم که بابا من میتونم پولدار باشم، چرا که نه، منم میتونم مثل پولدارا فکر بکنم. تا اینکه واقعیتش میگم که منم وارد این بیزنس شدم و دوست داشتم که منم خب چرا که نه بتونم بیشتر پول به دست بیارم، بیشتر تلاش کنم و پولدار بشم. نباشم که بگم فقط یه زندگی راحت کافیه، یه حقوق کارمندی و یه رستوران رفتن و یه لباس، یه مارک برند خریدن برای من کافی باشه. دیگه منم وارد این بیزنس شدم و دوست داشتم که زندگیمو کاملا تغییر بدم و مثل پولدارا فکر کنم، مثل افراد متوسط و افراد فقیر فکر نکنم. مرسی. خب میرسیم به قسمت بعدی این کتاب که در مورد متعهد بودن افراد ثروتمند میگه که افراد ثروتمند کاملا متعهدن به اینکه باید ثروتمند باشن، ولی افراد فقیر فقط دلشون میخواد ثروتمند باشن ولی متعهد نمیشن که ثروتمند باشن.
و همچنین میگه که اگر از هر کسی شما بپرسید که مثلا دلت میخواد ثروتمند باشی، شاید بهت بخندم بگه که اوکی مگه میشه کسی دلش نخواد ثروتمند بشه. ولی همون افراد اگر باشون پای صحبت بشینین میگن میخوان ثروتمند بشن، ولی یه سری فایل های منفی توی ذهنشون هست که اون فایل های منفی بهشون این اجازه رو نمیده که بتونن ثروتمند بشن. در واقع اونها مانع از این میشن که بتونن ثروتمند بشن. و میگه که دو قسمت متفاوت توی ذهن هست در مورد ثروت و این بعضی از افراد میخوان ثروتمند بشن، بعضی از افراد متعهد میشن که ثروتمند بشن. و میگه که توی جهان هستی مثل یک اداره پست میمونه که شما هر چیزی که بخواین سفارش میدین. اگر شما بعد جهان هستی میاد طبق اون سفارش شما عمل میکنه و حالا یک روز شما خیلی خوشحالید، خیلی پر انرژی هستید، میگین میخوام ثروتمند بشم. بعد دوباره همون بعد از اون فایل های منفی میان سراغ شما که خب اونایی که ثروتمند هستن آدمای خوبی نیستن، اونایی که ثروتمند هستن مشکلاتشون زیادتره. باز جهان هستی بین این دوتا میمونه. خب عزیز من بالاخره این ور یا اون ور. برای همین نمیتونه جهان هستی کمک کنه که شما اون چیزی که سفارش میدین رو به شما تحویل بدین. و میگه که افراد خواستن کلا 3 مرحله داره. یکی این که میخوام ثروتمند بشم، یعنی که اوکی شما میگه اوکی میخوام ثروتمند بشم ولی هیچ کاری در واقع نمیکنی برای اینکه ثروتمند بشی. مثل افرادی که بلیت لاتاری رو نمیخرن ولی دوست دارن لاتاری برنده بشن. بعد قسمت دوم اینه که شما انتخاب میکنید که ثروتمند بشید. باز انتخاب که بکنید یه مقداری لولش بالاتر از اونی که میخواید ثروتمند بشید، یعنی باز درجه این که اون انرژی که شما میذارید باز بیشتره. افراد سوم مرحله سوم خواستن اینه که شما متعهد به ثروتمند شدن بشید، یعنی اینکه بتونید از هر چیزتون بگذرین، 100% توان خودتون رو بذارین به اون، برای اون تعهدی که دادید بهش پایبند باشید. و میگه که افراد ثروتمند اگر از انسان ها بپرسید که اوکی شما برای اینکه بخواید ثروتمند بشین حاضرین 16 ساعت در روز کار کنید، خب خیلی ها میگن نه، ولی افراد ثروتمند همیشه آمادن که اون کار رو انجام بدن به خاطر اون تعهدی که دارن. و میگه که از افراد ثروتمند برای ثروتمند شدن چه چیزی برای شما مهمه، اینو بنویسید روی یه تیکه از کاغذ، دقیق بنویسین چرا براتون مهمه ثروتمند شدن. بعد اون افکار منفی که براتون میادم اونو در نظر بگیرین، سعی کنین اونو از ذهنتون بیرون بندازین و فقط اون هدفی که دارید رو روی یک کاغذ بنویسید. بعد به یکی از دوستان صمیمیتون، یکی از خانواده‌تون که خیلی رابطه نزدیکی باهاش دارید، بهش بگید که من میخوام ثروتمند شدن رو در خودم زنده کنم و بنویسید که من، این تیکه رو دقیق میگه که بنویسید من بدین وسیله در این تاریخ تعهد میدم که ثروتمند بشم. و اینو دستتون رو بذارین روی قلبتون، به دوستتون بگید و دوستتون به شما بگه که من به تو ایمان دارم و اون ببینید حستون نسبت به اون چطوره. اگر حس خیلی خوشایندید به اون چیزی که گفتید دارید، این نشونه خوبیه. اگر ندارید باز هم نشونه خوبیه. و فکر میکنم این تعهدی که ما میدیم، حالا در هر زمینه‌ای که باشه، در زمینه زندگی روزمره‌ای که داریم، کارهایی که داریم، این در واقع این بیزینسی که ما ران میکنیم، اگر ما متعهد بشیم به این که اوکی باید بگی من متعهد میشم که به این درجه توی این بیزینس برسم. یعنی اینکه واقعا ایمان داشته باشید و تلاش خودتون رو در این زمینه بکنید، قاعدتا موفق میشید. مرسی رویا جان، ممنون. سلام مجدد به همگی.
این قسمتی که من میخوام توضیح بدم حالا به عنوان یه فایل دیگه ای از ثروت ازش نام برده شده که قرار هست بره جایگزین بشه توی ذهنمون و فایل‌های قدیمی رو ما بازسازی کنیم یا اصلا از ذهنمون خارج کنیم، اشاره میکنه به این که باید بزرگ فکر کنیم. یعنی افراد ثروتمند بزرگ فکر میکنن و برای اینکه بزرگ فکر بکنیم و بزرگ بازی بکنیم باید یک کار با ارزش رو ارائه بدیم. برای اینکه کار با ارزشی رو ارائه بدیم قبلش باید ارزش‌های خودمون رو شناخته باشیم. به چه صورتی؟ به این صورت که استعدادهای خودمون رو کشف کرده باشیم، چون به هر حال همه ما که به دنیا آمدیم یه مأموریت خاصی رو به عهده داریم و اون مأموریت مهمی که همه داریم قرار هست به ارزش‌های دنیا اضافه بکنیم و تا وقتی که این مأموریت تموم نشده باشه ما در قید حیات هستیم. برای اینکه استعدادمون رو بشناسیم هر فردی 3-4 استعداد بالقوه داره، خاص خودش داره که باید اینها رو بالفعل تبدیل کنه. اینها از گوشه نشینی و پناه بردن به ترس به دست نمیاد. برای اینکه ما بتونیم استعدادهامون رو بروز بدیم باید خودمون رو تو تعامل با محیط اطرافمون قرار بدیم، وارد محیط بیرون بشیم، آزمون و خطا داشته باشیم، مهارت‌های مختلف رو یاد بگیریم که در حین انجام این کارها هستش که ما پی به این میبریم که مثلا توی یک مسیر خاصی استعداد داریم. برای این مثال بچه‌ها وقتی به دنیا میان خب توصیه میشه علاوه بر درس توی رشته موسیقی، توی رشته هنری فعالیت داشته باشن که خب دلیلش این هستش که با کسب مهارت‌های مختلف استعداد خودشون رو پیدا کنن. وقتی که تو مسیر استعدادی خودمون قدم برمی‌داریم اعتماد به نفس خوبی هم به دست میاریم و تو این حالت هستش که کاری رو که ارائه میدیم به بقیه کار با ارزشی میشه و میتونیم مشکلی از مشکلات بقیه رو ما رفع بکنیم. توی این حالت ما وقت میتونیم کارمون رو توی یک سطح وسیع ارائه بدیم. میگه شما توی این حالت وقت تبدیل میشین به یک کارآفرین. کارآفرین در حقیقت شخصی است که مشکلات دیگران رو در ازای دریافت پول حل میکنه و چون کار خوبی ارائه میده عرضه و تقاضا اینجا با هم برابری داره و شما در حقیقت دارید اون مأموریت اصلیتون رو توی این دنیا دارید اجرا میکنید. یه جمله قشنگی که توی این قسمت توی این فایل صوتی داشت و با اون زمینه فکری قبلی من همخونی داشت این جمله بود که من عیناً اون جمله رو بخونم. گفته بود که باید قطعه خودتان را به پازل دنیا اضافه کنید. من دقیقاً یه پستی تو همین زمینه ساخته بودم، توی پیجم گذاشتم. برام خیلی جالب بود این قسمت، چون من قبلش خودمون هر کدوم از ماها رو به صورت یک قطعه پازل میدیدم که ما با آزمون و خطاهامون هی با جابجا شدنمون توی این دنیا در نهایت یه جایی چفت میشیم، احساس میکنیم اینجا جای من هست و اون دقیقا هم موقعی است که حس و حالمون هم خوب هست و کاری رو هم که ارائه میدیم شخص مقابل کامل متوجه میشه که ما داریم تمام خودمون رو توی این مسیر میذاریم و واقعا داریم یه مشکلی رو از اون رفعش میکنیم. حالا اگر افرادی برن توی گوشه ترس خودشون، گوشه خلوت خودشون، یه گوشه دنج خونه خودشون بمونن و ارتباطشون از محیط قطع کنن، به نظر من اون یه قطعه پازل پس رفت میکنه، کوچیک میشه، تحلیل میره. این تحلیل رفتن یه خلایی رو یه جایی ایجاد میکنه و پازلای دیگه که حالا فعالیت زیادی میکنن، هی رشد میکنن، در نهایت باعث میشه که یه ناهماهنگی توزیع ثروتی تو این دنیا ایجاد میشه و این عدم تعادل خب به چشم هممون میاد، چون ما در نهایت موقعی به نظر من احساس آرامش میکنیم که ببینیم همه هم نوعامون حالشون خوبه. من گاهی یه مثالی میزدم، میگم که من موقعی میتونم سوار یه ماشین خوب بشم حالم خوب باشه که وقتی یکی هم کنارم رد بشه اونم حالش خوب باشه، یعنی یک انرژی دو سویه بینمون برقرار بشه. و در نهایت میخوام این رو عرض کنم که ما توی دنیای حقیقی تا چند سال پیش که خب خیلی هم فعال بود و دنیای مجازی کم رنگ بود، تمام این آزمون خطاهامون و کسب مهارت‌هامون رو توی دنیای حقیقی دنبالش بودیم. ولی دنیای مجازی که الان چند سال هست خیلی فعال شده و پرقدرت داره پیشرفت میکنه، این فضا رو داره میده که ما اون آزمون خطاهامون و کسب مهارت‌هامون رو توی دنیای مجازی بیایم داشته باشیم. از جمله این بیزنس ما
که من پیشنهاد میکنم بیان دوستان عزیزانی که ما رو دنبال میکنن این بیزنس رو آگاهانه بررسی بکنن. ممکنه تو همین مسیر وقتی ورود میکنن یه سری ترساشون بریزه و توی ریختن این ترساشون یه سری از استعدادهای بالقوه‌ای رو که قبلا اصلا متوجهش نبودن رو الان متوجه بشن. مثلا برای مثال یه شخصی قبلا خیلی کمرو بوده، اصلا دوست نداشته حرف بزنه، خودشو بیان نمی‌کرده، بعد یه دفعه متوجه میشه که چقدر میتونه، برای مثال دارم میگم، یه سری قطعات شعر رو خیلی با احساس بگه و همین گفت و شنودی که اتفاق میفته باعث آرامش برای یه سری از هم‌نوع‌های دیگه‌اش میشه. و یا موارد دیگه، حالا مثلا در کنار این بیزنس شاید یه شخصی به این نتیجه برسه که مثلا توی مسیر آشپزی ترکیب ادویه خیلی خوبی رو داره، خلاقه، ولی قبلا اصلا خودش رو ارائه نمیداده، الان وارد این فضای مجازی میشه، یه مقدار وارد میشه، این علم دیجیتال مارکتینگ رو یاد میگیره، تو پلتفرما میره، سر میزنه، ترسش میریزه، بعد یه دفعه میبینید از کنار این بیزنس خودش رو راه میندازه و پیش میبره و کلی هم حس و حال خودش خوب میشه و حس و حال خوب به بقیه عرضه میکنه و دقیقاً میشه یک کارآفرین موفق. مرسی از همگی دوستان. اگر که مطلبی مونده برای این قسمت ممنون میشم بگید. نه عالی بود به نظرم. نه عالی بود، مرسی. مرسی، خیلی هم عالی. مرسی از همگی، مرسی از همه عزیزانی که لایو رو دیدن، حالا چه الان چه بعداً میبینن. انشاءالله هفته بعد با ادامه همین کتاب در خدمتتون هستیم. مرسی. مرسی. خدا خدا.